در این عالم برگی از درختی نمی افتد مگر به اذن امام. در این عالم هیچ کس نمی میرد مگر به اذن امام. در این عالم کسی به وجود نمی آید، کسی به دنیا نمی آید مگر به اذن امام. شب تا صبح سر به نماز بذار، اگر به اون روشی که امام صادق فرموده است نباشد به درد نمیخورد. به قول دوستان ما کشکه. اگر کل سال که سهل است، کل عمر 60 سال 70 سالت را روزه بگیری و هیچ روزش هم افطار نکنی، همش روزه باشی، اگر به اون روشی که امام گفته است، به اون دستوری که امام گفته است روزه نباشید، ارزش نداره. حج خانه خدا هم همینطور، عرض شود دیگر اعمال هم همینطور.